به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می‌کند برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو مهر. من سیده عبدالله زاده هستم و همکارم جاوید حسینی. سلامت باشه. با برنامه کاشانه مهر در خدمت شما عزیزان هستیم. حقیقت، صداقت، راستی و راستگویی. بله، موضوع برنامه امروز ما صداقت در زندگی مشترک یا همان زندگی زن و شوهری خواهد بود. همراهی ما باشید. همه می دانیم که مهمترین نیاز زندگی، خصوصا زندگی زن و شوهری، داشتن صداقت و راستگویی است. صداقت و راستی سبب می شود که عشق و محبت و صمیمیت زن و شوهر عمیق‌تر گردد و خانواده ها را به همدیگر نزدیکتر می سازد. بله، این صفت از شریفترین صفتهای اخلاقی یک انسان است و از مهمترین نشانه های مؤمن به شمار می رود. صداقت باعث اعتماد و باوری دیگران به ما می شود و رضایت خداوند و آرامش دل را به همراه دارد. البته یادمان نرود که صداقت و راستی نه فقط در گفتار بلکه در عمل هم باید مشاهده شود. از طرفی هم در زندگی زن و شوهری و خانوادگی یکی از ویرانگرترین مسائل همین مسئله بازگو نکردن حقیقت و دروغ و فریب است. متاسفانه. بله، گاه نداشتن صداقت و راستی در رفتار و گفتار همسرمان، حالا زن یا شوهر، سبب می شود که ما هم رفته رفته به یک آدم دروغگو تبدیل شویم. وقتی ما با یک شخص دروغگو زندگی می کنیم، گاه مجبوریم دروغهای او را بپوشانیم و خودمون هم ناخودآگاه دروغگو می شویم. البته بعضی ها به بهانه دروغ مصلحتی این کار را می کنند که این هم یک کار اشتباه است. من با شما موافقم که ما در همه موارد فقط حقیقت را بازگو کنیم، مخصوصا در زندگی زن و شوهری. مثلا حقیقت درباره گذشته خودمان. اما حالا سوالی که پیش می آید شاید این باشد که هر یک از زن و مرد تا چه حد باید صداقت داشته باشند. اگرچه نمیتوان به طور کلی گفت، اما هر موضوعی که ممکن است زندگی مشترک زن و شوهر را تحت تأثیر قرار دهد، باید واضح و روشن گفته شود.
مثلا بازگو کردن حقیقت درباره آینده. زمانی که پسر و دختر جوان میخواهند با هم ازدواج کنند، از برنامه‌های آیندهشان همدیگر را آگاه کنند، مثل هدف‌هایی که برای آینده دارند. بله، کاملا درست است. و گفته بسیاری از روانشناسان، صداقت هم مثل خیلی چیزهای دیگر دارای حد و مرز است. چون وقتی جنبه افراط و زیاده روی به خود می گیرد، کم کم شبیه یک ساده لوحی پردردسر می شود که ممکن است مشکلات زیادی برای انسان به وجود بیارد. پس راست بگوییم و راستگو باشیم، اما هر راستی را هر جای نمی شود گفت. مثلا اگر کسی در مورد موضوع جزئی مانند چهره اش یا شکل ظاهری خانه اش از شما نظر خواست، لازم نیست حتما صادق باشید، زیرا ممکن است این صداقت شما باعث رنجش آن شخص بشود. البته در این گونه موارد دروغ هم نگویید. فقط همه حقیقت را بر زبان جاری نسازید کافی است. بله، درست فرمودید. یا مورد دیگر این است که شما از خانواده همسرتان، مثلا از پدر و مادر یا برادر همسرتان ناراحت شده اید. در این مورد لزومی ندارد که شما این مسئله را به همسر خود بگویید و او را نیز ناراحت و دلسرد گردانید. البته اگر موضوع مهمی بود، با بیانی که دلسردی به میان نآورد، می توانید بیان سازید. و اگر چندان مهم نبود، فقط کافی است که این حقیقت را در پیش خود نگه دارید و بازگو نکنید. مانند این مورد که کسی پشت سر همسر شما بدگویی کرد و به گوش شما رسید. خب اینجا نیز درست نیست که دقیقاً همه حرفهای شنیده تان را به همسرتان بازگو کنید. شاید بهتر است فراموشش کنیم. اما اگر موضوع خیلی مهم بود و مثلا در مورد اشتباهات همسرتان و آبرویش در میان بود، در این حال سعی کنید به نرمترین حالت ممکن، طوری که همسرتان ذره متوجه بدگویی دیگری از خودش نشود، ماجرا را با او در میان گذارید. بله، بسیار به موضوع خوب اشاره کردید. من فقط میخواستم یک مسئله دیگر را اینجا بیان کنم که بیشتر در مورد خانم‌های جوان پیش می آید و آن این است که لازم نیست شما به شوهرتان یا به نامزدتان بگویید که پیش از او چند نفر خواستگار داشتید. البته همان طوری که گفتیم در مورد گذشته امان، اگر چیزی مهمی بود باید همسرمان بداند، اشتباه نشود. اما اینکه بانوی به نامزدش یا شوهرش بگوید که من پیش از تو خواستگارهای زیادی داشتم، ممکن است این کار باعث بی‌اعتمادی یا احساس ناامنی در شوهر شود و خدای نکرده بدگمانی شوهر را به وجود بیارد. در ادامه بحث خوب است به این موضوع اشاره کنیم که چیکار کنیم همسرمان بیشتر ما را باور کند
و صداقت در زندگیمان افزایش یابد. برای رسیدن به جواب این سوال لازم است اول این را بدانیم که انسان کدام وقت دروغ میگوید. زمانی که از گفتن حقیقت ترس داشته باشد. بله، به همین خاطر است که زن یا مرد حقیقت‌های زندگی خود را به همدیگر نمیگویند و بعضا متاسفانه این حقیقت از زبان دوست یا دشمن آشکار می شود و سبب دلسردی ها و مشکلات در زندگی خواهد شد. اما اگر همسرمان احساس امنیت داشته باشد و ترس از گفتن حقیقت نداشته باشد، با خیال راحت آن را به زبان می آورد، چون از جانب شریک زندگیش احساس امنیت می کند. پس بهترین راه حل برای اینکه همسرمان به ما دروغ نگوید این است که به او احساس امنیت بدهیم و شرایط را طوری فراهم کنیم که از راستگویی هراس نداشته باشد. نکته مهم: اگر روزی حقیقتی را درباره همسرمان شنیدیم، حالا فرقی نمی کند که از خودش یا از زبان دیگران. در اینجا عکس العمل ما باید چگونه باشد؟ اگر از خود همسرتان شنیدید، از او برای صداقتی که به خرج داد تشکر کنید و تلاش کنید مثل همیشه یاور و پشتیبانش باشید و اگر نیاز به جبران دارد کمکش نمایید. اگر هم از زبان دیگران شنیدید، اولا تا ثابت شدن آن حقیقت از هر اقدام بپرهیزید و بعد از آن که یقین حاصل کردید سعی کنید بر خودتان مسلط باشید و او را برای جبران خطایش به شیوه صحیح یاری نمایید. صداقت و راستگویی اساس و پایه زندگی خانوادگی است و همین موضوع نیز سبب می شود که فرزندان ما در راه صداقت و راستی پرورش یابند. همدیاران عزیز، شنوندگان محترم رادیو مهر، برای همه شما و خانواده هایتان زندگی با صداقت، با مهر و آرام و آسایشته را تمنا داریم. همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و همه شما و اهل خانواده تان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدایار و نگهدار.